салом бинандагони гиромӣ, Фарзона Ширинбек ҳастам. Хуш омадед ба барномаи хабарии имрӯз. Дар барнома додгоҳ нерӯҳои марзбониро муваззаф кард хисороти шаҳболро ҷуброн кунад. нархи доллар дар душанбе 2.5% арзонтар шуд. як шаҳрванди Тоҷикистон дар оташсӯзӣ дар вилояти Москав ҷон бохт. Тоҷикистон ва Бонки рушди осиёӣ ҳамкорӣ мекунанд. ду ҷавони тоҷик қаҳрамони мусобиқоти байнулмилалии куштии ҷуду дар Юнон шуданд. додгоҳи низомии подгони шаҳри Душанбе идораи кулли нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистонро муваззаф кард 117 000 сомони ҷуброни хисорат ба Шаҳбол Мирзоев, сарбози собиқ ва маъюбшудаи ин ниҳод, пардохт кунад. дар суҳбат бо хабарнигарамон вакили дифоъ Дилшод Ҷураев афзуд, додраси додгоҳи низомии подгони Душанбе имрӯз ҳангоми эъломи ҳукми додгоҳ гуфт, аз ин маблағ 97 000 сомонӣ ҷуброни зарари моддӣ ва 20 000 сомонӣ ҷуброни зарари маънавӣ аст. ин дар ҳоле аст ки хонаводаи Шаҳбол Мирзоев аз нерӯҳои марзбонии кишвар 97 000 сомонӣ ҷуброни зарари моддӣ ва 180 000 сомонӣ ҷуброни зарари маънавӣ хоста буд. پرونده گرزنی با دعوای میرزای شعبان مومنویچ در بارندگی جرایت اشتر کنجایویچ و خلمت و کوچران مباحثانه و جاگری سراسط قشونهای سندی جمهوری تاجیکستان و همجاگری غیرت و شیرینه و در برای ریاندنی ضرر مادی و معنوی را دیده برآمده سود معین سود با دسترسی ماده‌های 198 سال 3 کدکس ملک‌های گرزنی جمهوری تاجیکستان اعمال کرد. دعوای میرزای شعبان مومنویچ در نمایندگی جرایت اشتر کنجایویچ و خلمت و کوچران مباحثانه و جاگری سراسط قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان و همجاگری غیرت و شیرینه و در برای ریاندن ضرر مادی و معنوی قسمت خانه کرده شود. از حساب جوابگر سراسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و فایده میرزای شعبان مومنویچ ضرر مادی و مبلغ 97265 سومونی و 37 درهم ریانده شود. از حساب جوابگر سراسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت جمهوری تاجیکستان و فایده میرزای شعبان مومنویچ ضرر معنوی و مبلغ 20000 سومونی ریانده شود. از بالای حلنامه در مدت یک ماه توسط همین سوپر کلک حربی سپیداری جمهوری تاجیکستان شکایت کاساسیونی وارده ممکن است حیث کننده امضا هستند. این دل علاقه تمام شد. این نماینده پرокуратура خودش از سود پرسیدگی بود که ضرر معنوی هم معنوی هم مادی قسما رویانده شود. حاضر سود حلنامه خود را برآورد. مطابق این حلنامه ضرر مادی به حجم پوره 97280 چند سومان 200 چند سومان یعنی قشازی وای از فیسبوک دیده میتونید شما پور تصدیق کرد. تو این حلنامه برآورد که این سوم رویانده شود. از ضرر معنوی باشد به حجم 20000 سومانی رویانده شده. این قسما به جای 180000 20000 سومان. پیشکی ما گفته میتونم که سوم ضرر معنوی که سود رویانیده است این بسیار کم میباشد. ما حالا فکر میکنیم در فکر هستیم که از بالای حلنامه سود در قسم رویاندن ضرر معنوی شکایت بیاریم. ولی این علیق نیه حالی. ما باید مصلحت کنیم و باید قرار را بیاریم. شاهبال میرزایف هنگامی که سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود در ماه مارس سال 2014 از دست سربازان همخدمتش سخت آسیب دید و تا کنون بیمار بستری است. او در دادخواست خود اداره کل نیروهای مرزبانی تاجیکستان را متهم کرده که آن نهاد نتوانسته است اجرا و رعایت آیین‌نامه خدمت نظامی را در یگانها و پادگاه‌هایش تأمین کند. حاضر در اشت در خانه خودش طبابتش را ادامه می‌دهد. حال روحانیش خوبتر. در پایان هفته گذشته نرخ دلار آمریکایی در تاجیکستان 2.5% پایان‌تر شد. امروز در صرافی‌های پایتخت نرخ خرید و فروش $1 آمریکایی 6.40-6.42 سومانی است، ولی در پایان هفته گذشته صرافی‌ها $1 را به 6.52-6.54 سومانی خرید و فروش می‌کردند.
بانک ملی تاجیکستان تاکنون دلیل ارزان شدن نرخ دلار را اعلام نکرده و صراف‌ها نیز از شرح این رخداد خودداری می‌کنند. یادآوری می‌کنیم که از آغاز سال 2015 ارزش سامانی نسبت به دلار آمریکایی کمابیش 20% کاهش یافته بود. شهروند تاجیکستان بختاور صمدov از شهر وحدت در آتش‌سوزی که 22 می در انبار یک شرکت تجاری در شهر کراسنogorsk رخ داد جانش را باخته است. این خبر را خویشاوندان او به نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو دادند. سخنگوی این نهاد ابراهیم احمدov میگوید کارمندان این نمایندگی و کنسولگری سفارت تاجیکستان در مسکو از محل واقعه بازدید کردند. 22 мая текущего года в результате пожара на одном из 22 مای سال جاری یک شهروند تاجیکستان صمدov بختاور احمدوویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر وحدت در نتیجه سوختار جان باخت. در این باره شام همان روز به نمایندگی کار با مهاجران و مهنت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از این فاجعه خبر دادند. در حال بعد رسیدن خبر کارمندان این نمایندگی و سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه به جای حادثه رفتند. معلوم شد که این حادثه در تخانه انبار استاخانه چوب تراشی جایی که مرحوم صمدov بختیار کار میکرد روی داده است. حال حاضر کارمندان نمایندگی و خدمات کنسولگری تاجیکستان حجت‌های ضروری را برای گسیلانیدن جسد مرحوم شهروند صمدov به وطن آماده کرده ایستاده اند. در نظر است که خودی همین شب با خط سیر مسکو دوشنبه جسد مرحوم به وطن فرستاده شود. از روی احتمال سوختار در نتیجه رعایت نکردن حالتهای بیخطری هنگام کار روی داده است. اکنون خبرهای کوتاه از رویدادها در تاجیکستان و آسیای مرکزی پیشکش شما می‌گردد. بیش از 124,000 دانش آموز امروز آخرین بار زنگ دبیرستان‌های قزاقستان را به صدا درآوردند. اکنون آنها را امتحان‌های ورودی دانشگاه‌ها در پیش است. برای دانش آموزان ترکمنستانی هم امروز زنگ آخر صدا داد، ولی در این کشور هر گونه شب نشینی و جشنگیری غیر رسمی را ممنوع کردند. مدیران دبیرستان‌ها آموزگاران را موظف کردند هر کدام 2-3 دانش آموخته را نظارت کند و اگر یکی از آنها در جای مست و ولگر دیده شود آموزگار ناظرش را از کار اخراج خواهند کرد. پلیس ولایت قزاقستان جنوبی بیش از 400 شهروند ازبکستان را به جرم نقض قانون مهاجرت بازداشت کرده است. قزاقستان آماده است به مردم آسیب دیده نپال به مبلغ $200,000 یاری بشردوستانه برساند. دولت آن کشور همچنین آماده است برای افغانستان نیز یاری بشردوستانه بفرستد. نخستین تندیس یادگاری رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدov امروز در اشقاباد گذاشته شد. این تندیس 21 متر بلندی داشته، برنزی و زراندود است و کشوردار ترکمنستان را با پوشاک ترکمنی و سوار بر اسب آخالتکی نشان می‌دهد. مخالفان دولت تاجیکستان از گم شدن احسان آدینایف یک هموند فعال خود خبر می‌دهند. این جوان 23 ساله را پلیس بین المللی برای تبهکاری اینترنتی جستجو داشت. روز جوانان تاجیکستان 23 می در دانشگاه زمینشناسی روسیه در مسکو جشن گرفته شد. این جشن را دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های مسکو همراه با کارمندان جوان مقیم پایتخت روسیه برگزار کردند. با عرض احترام زیاد همه جوانان تاجیکستان را که در قلمرو فدراسیون روسیه و بیرون از آن در سراسر جهان زندگی میکنند با روز جوانان، با هفته جوانان که امروز در تاجیکستان شروع شد صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم. حکومت جمهوری تاجیکستان، جامعه تاجیکستان به جوانان تکیه میکند، زیرا که آنها یگانه نیروی پیشبرنده جامعه هستند. آنها هستند که میتوانند به زندگی ما، به حیات ما بهبود بخشند، زیرا که صاحب نظر تازه هستند، صاحب نگاه تازه هستند. من با عرض تبریکات به همه هموطنان آرزوی آن را دارم که هر یک تاجیکستانی نابسته از آن که در کجا در کدام حالت کار و زندگی میکند، تحصیل میکند، باید بداند که یگانه کعبه امید همه ما این تاجیکستان است، وطن عزیز ما است و باید
در آبادی این کشور، در پیشرفت این کشور ما دست و آستین بر زده باشیم. عید جوانان به همه هموطنان مبارک باشد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیایی در ملاقات معاون اول وزیر رشد اقتصاد و بازرگانی جمهوری تاجیکستان سید رحمان نظریف با نمایندگان این بانک بررسی شدند. در این دیدار که پایان هفته گذشته روی داد، طرف‌ها راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و مراحل اجرای برنامه اصلاحات را بررسی کردند که بنابر یادداشت تفاهمی همکاری میان حکومت تاجیکستان و بانک رشد آسیایی زمانبندی شده است. باعث ذکر است که بانک رشد آسیایی در 15 سال گذشته به تاجیکستان بیش از 1.3 میلیارد دلار آمریکایی یاری مالی رسانده است. برادران عبدالله و یاسین نعمتов قهرمان مسابقات بین المللی کشتی جودو در یونان شدند. یاسین نعمتов در رقابت‌های ایلیاپولیس جودو کاپ 2015 که در شهر افینا برگزار شد، در دور اولی زورآزمایی‌ها در وزن 66 کیلوگرم بر رقیبانش از اوکراین و قبرس و در دور دوم بر ورزشگر یونانی پیروز شد. و در دور نهایی پهلوان اسرائیلی را شکست داد و نشان زرین این مسابقات را بر گردن آویخت کرد. برادرش عبدالله نعمتov نیز رقابت‌ها در وزن تا 60 کیلوگرم میان نوجوانان 14-15 ساله بر همه حریفانش پیروز و قهرمان رقابت‌ها شد. عبدالله و یاسین فرزندان روزنامه‌نگار و صاحبکار تاجیک محمد رازق نعمتov هستند که چند سال باز در امارات متحده عرب کار و زندگی می‌کند. از این رو در این مسابقات جهان پهلوانان تاجیک زیر پرچم امارات زورآزمایی می‌کردند. اسماعیلیان تاجیک مقیم مسکو دیروز 20مین سالگرد نخستین دیدار با امام آقاخان را در ورزشگاه لوژنیکی جشن گرفتند. برای بزرگداشت این رویداد و همزمان 70مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان، برنامه ورزشی و هنری برگزار شد که در آن یک چند دسته کشتیگیران و هنرمندان شناخته حقنظر حلاوتov، صاحبه دولتشایeva و گروه موسیقی پامیر هنرنمایی کردند. در مسابقه کشتی ملی پهلوانان تاجیک از همه منطقه های روسیه شرکت داشتند. در این زورآزمایی دسته اولی ولایت تور یکم قهرمان شد و دسته مسکو ونج مقام دوم و دسته دومی ولایت تور مقام سوم را گرفتند. از این جشن مسابقات بیش از 2000 تاجیک مقیم روسیه بازدید کردند. در همینجا برنامه امروز به پایان می رسد. بینندگان گرامی، برایتان خبرهای نیک را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. خداحافظ.